تاجیک دنیا سلام میگویم. مسافران هماوا سلام میگویم. به خانه همگان نوبهار میخواهم، اگرچه چله سرما سلام میگویم. به هر مهاجری از خویش و اقربا دوره، غریب شهر غریبا سلام میگویم. به مادری که همیشه دو چشم سوی در است، دو دست بهر دعا و سلام میگویم. به کودکی که پدر گفته روز میشمرد، به همسری تک و تنها سلام میگویم. خلاصه بر همه مخلصان برنامه، به خانه خانه تمنا سلام میگویم. بر انتظار برنامه سلام، بر دوستداران برنامه هم سلام، و بی‌پروا فلک ها هم سلام، بر آنهایی که تگمچه لایک را انگشت نهادند بر آنها هم سلام. اوف، باز همین زنک برآمد، گفته فیلم هندی راک ریپ یا قدم قربان جسته ایستاده ها، با شما هم سلام. خب، از یوتیوب کانال پیام تیوی نه برایت برنامه پرنده های مهاجر است و برنامه را با یک مهر و محبت زیاده نسبت شما حسن آغاز بخشیدم. مهاجران بدانند که از درد و داغشان حرف میزنیم، از مشکل و آسانشان حرف میزنیم، از کوچه های سرسانشان حرف میزنیم و ما را گوش میکنند. مهاجر ناشده کی میداند که سایمه در برنامه پرنده های مهاجر امروز چی میگوید. همین زنک به سیاست که مانده است، در خانه یکش حضور کرده نشیند نمیشد، می گفته فکر کرده نشسته ها. بر شما هم السلام علیکم. هر کسی را بهر کاری ساختند، مهریان را در دلش انداختند. خب، برنامه پرنده های مهاجر را گفتم آغاز کردیم. فراموش نکنید که چرخ آسیاب را قوه دستان مهاجر می جنباند. مهاجر زحمت می کشد، دسترخوان تاجیکستان نان دارد، بودجه کشور مبلغ دارد، اولاد در کشور مونوپولیا کرده عمر بر سر میبرند. همینطور نه؟ خب، این را یک صنعت تشبیه میگویند در ادبیات تاجیک، یا ملیح و قبیح هم میگویند. شیرین شیرین بر سراغش گب را برده رسانیدن ها را. خب، برنامه پرنده های مهاجر هر هفته روزی سه شنبه صدا می دهد و همه شما این را می دانید. امروز سه شنبه 11 ینور است. ابو ریحان بیرونی زمانی که فعالیت کاری، فعالیت علمی داشت، میگویند رصدخانه داشت، در کتابخانه پادشاه و حقوق اشتراک داشت، در آنجا هر کتاب میخواند و وزیر برایش یک استرلاب خریده داده بود از بازار. زور خودش که نمی رسید، وزیر برایش خریده بود. سخت در عجبند تا هنوزم عالمان که ابو ریحان بیرونی محض در همین سنه غروب آفتاب از آسیای میانه نگاه کنید. آسیای میانه همین تاجیکستان، ازبکستان، قزاق و قرقیزستان، همون کشورهایی که در آسیای میانه هستند، از همون جا اگر نگاه کنید غروب آفتاب انا همین روز عیناً بالای سنگ سیاه کعبه است. جایی که آفتاب غروب میکند مغرب، نگاه کنید سنگ سیاه کعبه همان جاست و عالمان در حیرت ماندند که نخود که با یک استرلاب همین را کشف کردن امکان داشته باشد. استرلاب که یگان کلیداسکوپ ندارد، مثلا یگان چیزی ندارد، وای فقط یک ساعت بر این چیز است که کنج را نشان میدهد و خود بیرونی بهتر و بیشتر میداند در این باره. من که استرلاب حقیقی را، ریالی را ندیدم، فقط در بارهش خوانده هستیم. خب، از برنامه بیرون نمی رویم. در باره 11 ینور گفتم واقعا چرا امروز اینچنین عالمان بزرگ و برجسته نداریم که با عیانیت خیلی کوچک کشفیات های خیلی بزرگ کردن. گفته فکر میکنید ما داریم و به قدرشان نمیرسیم، چون که اونقدر سرانی به معرفت، علم پرور، عالم پرور نداریم.
همین خیل مردم که با کدام روزش را گذراند مرحمت دروازه های مهاجرت گشاده که کدام سو می رود آبرو می گیرد. در روسیه یک دندان پزشک بهترین روسیه دانسته می شود که ریشش را کافته می روی تاجیک است. یکی در کیمیا، فن کیمیا، خیمیا به روسی تا عرصه های جاده های معین می پراید، ریشش را بینی تاجیک است. خب یکی دیگر میارزد به گفتن یا نمیارزد، به هر حال دوستداران خود را دارد، صنعتکار است که او هم تاجیک است، آبروی روسیه را برداشته. خب من بسیار از موضوع بیرون نروم. موضوع امروزه برنامه را شما علاقه از رکلام ها، از همین تبلیغاتی که برنامه که از صبح تا این دم میرفت دیدید که بخشیده با هفته عزت امان است. خاطر نیکی های عزت امان، خوبی های عزت امان که بر مهاجران کرده، حامی حقوق مهاجران بود عزت امان. کسی که درد و رنج مهاجر را از صمیم دلش حس میکند و میکوشد که از دستش هر آنچه میآید برای مهاجران انجام دهد و عزت امان از زمره همین گونه ها بود. آنهایی که کار افتاده شدند یگان نفر نیست که حرف خوب درباره او نگفته باشد. آنهایی که حرفهای ناخوب گفتند البته همه ما میدانیم که آماده شده هستند، فرموده شده ها هستند و هستند نفرانی که اشتباه کردند و بعد پشیمان شدند، اما خود کرده را دوا نیست و ویلای پنهانی گفتگی برین. هرچند اثبات شد که حرفشان نادرست است دیگر کاری کردن نمیتوانند. این را مقامات تاجیکستان میگویند. به هر حال ببینید در قزاقستان یک میتینگ شد، روز اول میتینگ زود نرخ گاز را پایان فراوردن، حتی گفتن گاز و ریولوسیون، یعنی که این انقلاب گاز بود. نرخ گاز را پایان فراوردن. انقلاب در قزاقستان شد، نرخ گاز در قزاقستان فرامد. در ازبکستان حالا چیز هنده نرخ گاز فرامد، نرخ بنزین فرامد. چرا تاثیر کرد قزاقستان؟ در تاجیکستان همان. در تاجیکستان چقدر بزرگان در زندان هستند، چقدر در مسکو به خاطر دفاع عزت امان میتینگ کردند، گردی همایی کردند، همگان عزت امان گفته. در دیگر کشورها هم برآمدن، شعارها برداشتند برای دفاع او. چقدر مخالفین برنامه کردند، گروه 24 هم، حق و باطل هم، یا گروه اصلاح هم، این همه گروه ها در خود رادیوی پیام مثلا چقدر در تلویزیون پیام برنامه ها بخشیده شد بر عزت امان، اما مقامات تاجیکستان پینکش ویران نشد. یعنی در سر مردم وای سوار است. دیگر غم مردم را خوردن شاید به گوشه کنار خیالشان هم نمی آمده باشد. یک شعر گلمراد گلف نام یک شاعر را برایتان قرائت میکنم که برای عزت امان بخشیده شده. و بعدا باز حرف میزنیم یا بعدا یک دو نوار تماشا میکنیم. نوارهای عجیبه. چرا عجیبش را ما انتخاب کردیم؟ چون که در آغاز برنامه یک بار طبعتان بالیده گردد و یک بار بهتر درک کنید که ما چه گفته ایستاده ایم. آنقدر عیبنامه ها بر گردن عزت امان بار کرده بودند که حتی در شبکه‌های اجتماعی نوشتند میدانید ولادیمیر ایلیچ لنین را هم، داهی پرولتاریات را هم همین عزت امان کشته بوده است. همین کشته است. و نفرانی که لنین را نمیشناسند و از تاریخ برخوردار نیستند شاید باور هم کرده بودند. واقعا در موزله جسدش هنوز گور نکرده، زمین قبول نکرده که شاید نفرانی باور هم کنند که عزت هم در مسکو بود، لنین هم. خب به هر حال بیایید از موضوع بیرون نمیرویم. حامی حقوق تاجیکان عزت امان، دلسوز کل مهاجران عزت امان. نادیده گرفتنش بسا نامرده است، یک مرد شجاع قهرمان عزت امان. بر عزت نفس بعضی ها هم برسد، با عزت این دور و زمان عزت امان. ترسوی خدا و با ایمان عزت امان. ناترس دلیر و ملت ما و شما، ناترس و دلیر ملت ما و شما، ترسوی خدا و با ایمان عزت امان. او کیست و نیت او چی است ای یاران، پیش نظر جمله عیان عزت امان. از نام کل مهاجران گفتنیم
آزاده و عزت امان، عزت امان. همه حقوق تاجیکان عزت امان، دلسوزی کل مهاجران عزت امان. از گل مراد گلف شاید خبر هم ندارند که من شعرشان را گرفتم در برنامه قرائتش کردم و واقعا صمیمانه گفته شده است. آنچه که هست همان را گفته. او بیگانه نیست، شاعر هم مهاجر است و میداند که بر مهاجران کمک عزت امان خیلی رسیده است، کم نه. بیایید درباره عزت امان که نفران نوارهای عجیب هم آماده کردند که از که چند تا نان خورد و چند بریده چند تا قندش را خورد دعوا کرده گوش میکنیم، بعدا برمیگردیم به سری موضوع. سلام علیکم، من شهروند. شنیدیم که قلاب عزت امان را قپیدن. دعوای من همی است که ما سال 90 سال که همراهی عزت امان در پاییز یک جای آمدیم. نانای من و یک مرغ پختگی خورد. گفت که حالی 4 روز دیگری پیش راه است، من خریده میتونم. بعد از 4 روز عزت امان گم شد، دیگر نیافتمش. من دعوا دارم که این قلاب را با جنایتی کشیده شود که من فهم کرد، نانای من و مرغای من خورد. تشکر با دقتتان. میبخشید یک چی پرسمی؟ بابای همین عزت امانم از شما قرض دار؟ کی خداش وای؟ نماینده تاجیکان در روسیه. همه میگوین که وای کس از همه قرض دار. نه نمیدونم. ایستید چی حجت در کار است که شما پولتون رو طلب کرده گیرید؟ نه هیچی در کار نیست، همین ویدیو میکنه دو تمام. اگر نه من ویدیو کنید. بله. من یوروف دلشاد از حکومت تاجیکستان طلب میکنم که نومشون چی بود؟ عزت امان. عزت امان پولی از من $10,000 امریکایی گرفته است و پولم رو برنگردانده است. من طلب میکنم که پولی من رو تیاد. تشکر. رحمت. Matayum, kama, general Matayum. من قوامدق جورتاکویچ شهروندی جمهوری تاجیکستان میخواهم با خلق عزیزم یک دو گاما بگم. سوزن من عرض دارم که همین بابی من سال 1945 ای جنگ آمده بود با ما دو بز خریدیم، گفتیم با رای آمدن بابیم گفتیم میکشیم که یک بز مونه عزت امان داماسکو دوزید دوزید همین دیگه بز نکشتیم برای بابیم. من میخوام حکومتی جانو طلب میکنم که همین بزای ما را بخپه بای مسکو بزای را هر دو بزی ما را بگرداره بیاره بوده عزت امانه مجازات کنه. هر آخر میخوام همه مردمی تاجیکستان بگم که برای برگرداندن بزای ما وحدت ملی باید بکنه. تاجیکستان از منی. هرچی اومده است. سلام علیکم. نام من یوروف دلشاد. من یک دعوای دارم بر حق عزت امان. سال 1918 پیش بلشویکا بابای عزت امان از بابای من 100 درهم قرض گرفت، گفت که بعد 3 روز میگردانم، ولی بر نگردان. تا حالا 100 سال گذشته حالا هم پول رو نگرفتیم. من از حکومت تاجیکستان طلب دارم که از عزت امان پولی بابای من رو 100 درهم رو گرفته بر ما گرداند. این رو من نگفتم، این رو بابای من گفته. دین شب در خوابم در آمد و گفت که نبرم، وقتی پول رو طلب کردن آمد. تشکر. خب صنعت طنز میفهمید، تنقید میفهمید، تحقیر میفهمید، تمسخر میفهمید، هر چی که فهمیدید. از این گونه نوارها مثلا کسی را بر
حکم قانون کشیده و او را مجازات کردن امکان ندارد، چون که او یگان نفر را نامبر نکرد، یگان سند نآورد آنجا. این گونه سند را قبلا هم استفاده می بردند. فردوسی استفاده برده است که برای پادشاه نوشته، یا دیگر شاعران شعرهای در سنت مالی حقبه خیلی بسیار هستند در ادبیات تاجیکی که در اصل چون نگرید یک شعر خوب است، تعریف است، توصیف است، اما با عمق مضمونش می روید می فهمید که بدترین تنقید است. اینجا درباره عزت امان حرف زدن. البته من باور دارم که مهاجران عزیز از من دیده بهتر فهمیدند که چرا چنین نوارهای آماده شده را ما گذاشتیم، چون که همین که عزت امان را باز داشتند، نفرانی پیدا شدند که کوچکترین ناچیزترین فرموده ها را اجرا کردند و عجیبش این بود که همگی در نزد ارچه بود و گاه برنده شبکه اصلاح تیوی هم وقتی یگان در طبیعت زنده برآمد میکرد، نزد ارچه برآمد میکرد، سازای گفته این هم اگر خوب درک کند مقامات کشورمان، انا همین نزد ارچه استاده حرف زدن های قهرمانان نوارها هم مضمون دارد. یعنی همگون را یک نفر آماده کرده در یک جا به نوار گرفته شده است، همان نوار برداره که به نوار گرفته آماده کرده میگذارد در تاجیکستان. خیلی ها را که از عزت امان دعواگر هستند در نزد ارچه گرفته یا دیگر دعواگران دیگرها را هم درباره یگان مخالفین حرف میزنند، کسی دیگر حرف میزنند، درباره وحدت ملی حرف میزنند، کاغذ را که در سفلیار میگذارند دورتر بزرگ میخوانند، چه خوانده ایستادند نمیدانند. فرموده ها نزد همان ارچه هستند و نوار بردار هم همان یک دو نفر هستند که همه نوارهای آماده کرده شان از درجه کسبیشان، از کاتگوریشان معلوم کرده می استد که همان آدم است، همان نو آموخته است و حالا که صاحب اختصاص نشده، همان نزد ارچه. و عادی ترین شهروندی تاجیکستان هم خوب درک میکند که عزت امان گناه ندارد، قلاب نیست. در برنامه های قبلی چقدر مردم پیوسته زنگ زده درباره عزت امان حرف زده میگریستند. کجا دیدید که برای یگان نفری که حبس شد ناعدالتانه زندانی شد اینقدر میتینگ کرده، گرد و همایی کرده باشند، برای عزت امان کردن؟ انا مثلا در مسکو بود، تاجیکان خودمان بینید باور میکنید، نگفته هم باور میکنید البته. چه واسه انشاءالله با یک روز نیست که ما بیایم اینجا، هر روز ما میخوایم برای همون شرای نری که خچناق صاحب اینر مادر ما نشان چه بینا مادر که مادر آمده است شیش ما شرای نر میگه ما شرای نر اینا مادر ببین خطی ما مادر جانم فدای عزت امان یوریستا شما کجا شده؟ همین یه اجازت نامه گرفتن دخ نکرده. ولی نه مادر تاجیک آمده برای ما اینجا من نمیفهمم. بابا نمیگه مرد یک تا مادر تاجیک است. هیچ تو چکل بچه که برادر تاجیک میبینید که ناموز کنید تون برای که التماس ما خواهش همه بچه‌ها توکای ما هم خیلی عذاب میکشیم. ما بیزار اگر ما اینا در نمی نشان جواب با ما هم گپ میزنیم.
دیستانس یا قطعی بسه نمیشه یا قیمت کما گرد زنم خان که برادر اینا اینجا جمع شدگیم برای چیزی عزت امون خب ملیسا را نشون که هم اینجا را محکم کردگی هم بچه های کدوم در اومدگی هم در اونجا گرفته در محکم شو کردستی هم اینجا آدم بسیار جمع شدگی یعنی یکی نمیمونن میتینگ یا که اون چی گپ زنی نشه روی نرو الله قوت به تقدیر سگون کنه قلبشون مالی الله نگهدار بکن ما همه بسیاری یک بس کی توپ نیست جام نیست میگه کی نیزکون نوارها را تماشا کرده گمان نکنید که امروز برنده اینقدر نوار آماده کرده است و پیوسته میگذارد نوبتی ما نمیرسد. هرگز نه. شما هم میتوانید حرف زنید، زنگ زنید، رقم ما را علاقه میدانید طریق واتساپ، وایبر، ایمو یا اینکه انگشت نهادن بر لینک زیر لینک گذاشته شده میتوانید حرف زنید. فکر شما چیه؟ چرا عزت امان را اینقدر آزادی گفتنهای ما نتوانست آزاد کند؟ چرا مقامات دیگر هراس از این همه گرد همایی های مردم ندارد؟ از سرجم شدن و برای حقوق خود دفاع کردن های مردم مقامات پروای نمی کند. سران کشور پروای نمی کنند. حتی در همین میتینگ هم با اتوبوس آمده در روسیه بردند، از همگان 5000 روبل جریمه ستانیدند. روزی دیگر باز برآمدند مردم، هرچند که در مهاجرت پول یافتن دشوار بود، باز هم برآمدند و گردی همایی کردند. حالت عجیب است. در تاجیکستان هر نفری که صدا بلند میکند از حقیقت حرف میزند، از عدالت حرف میزند. نفری که حقوق مردم را حمایت کردن میخواهد، حق مردم را رویانیده گرفتن میخواهد گوید که صدای مردم را گوش دهید، میخواهد که حکومت را حکومت کنید، اولاد سر کرسی نکنید. میخواهد این همه را گوید که مالکیت کشور تنها از آن نفران خاصه، از آن تمام مردم است. این همه را گفتند. میخواهد همین گونه ها را زندانی میکنند. اگر قسمتی در زندانند، قسمتی دیگر در مهاجرت هستند. اونهایی که آرام هستند در کشور میدانند و آرام هستند، معلوم که دیگر علاج برآمدن هم ندارند. اگر گویند حبس میشوند، اینش را هم فکر میکنند و همین گونه آرامند. از همین آرامی که میدانی و آرام میستی عذاب بدتر نیست. در وطن میدانی و آرام میستی، از این دیده عذاب بدتر نیست. اما این هم یک حکمت دارد. شاهی که بر رعیت خود میکند ستم، مانند کسی است که از ران خود کباب میکند. چون ابلهی که میکند از ران خود کباب گفتند. رعیت مثال یک پایستون است، یک ران جسم است که بر وی ستم میکنه، تو تیشه بر ریشه خود تیشه میزنه. خب این برنامه را بخشیده بر عزت امان آماده کردیم، چون که عزت امان در محبس خواستار بازبینی پرونده شد. بار دیگر خواست که پروندهش بازبینی کرده شود و خبر را میخونم برایتان. عیناً عزت امان حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک در روسیه از دادستان کل تاجیکستان خواسته است که پرونده او را بازبینی کنند. با اطلاع رادیوی آزادی، محمد یوسف خولف پسر عزت امان گفته است که 2 مرتبه در زندان با پدرش ملاقات کرده و پدرش خبر داده که برای بازبینی پروندهش برای اساس نظارت محبس های دادستانی کل تاجیکستان عریضه پیشنهاد کرده است. با اطلاع منبع، عزت امان در عریضه‌اش مسئله دوباره بررسی نمودن مبلغ 232 سامانه از شهروند تاجیکستان جورابک جوبیرف ساکن ناحیه جیحون را پیشنهاد کرده است. با قول محمد یوسف خولف، وی با پدرش صحبت نمود و عزت امان گفته است که حل این مسئله به حکم دادگاه تاثیر خواهد کرد. عزت امان حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک
در روسیه بهار سال 2021 با بهانه رعایت نکردن قاعده های بود و باش و از راه غیر قانونی به دست آوردن مقام شهروندی این کشور از روسیه به تاجیکستان اخراج و در شهر دوشنبه بازداشت شد. مقامات تاجیکستان سبب بازداشت او را کالابه گفته علیه او پرونده ساختند و 19 اکتبر سال 2021 با حکم سود برای نپرداختن 232 سامانی به 9 سال زندان محکوم کرد. 232 سامانی نپرداخت گفته 9 سال زندانی کردند. 232 سامانی. پسر منصبدار با نسب حکومت آدم کشته بود، جان رفت، آدم مرد، اما نسبتش یکان چاره دیده نشد. پرونده جنایی یا حبس کردن نبود. 232 سامانی پولی خلطه‌آور نیست اقلاً و مهاجران من باور دارم که آماده اند که انا همین مبلغ را 10 برابر گردانیده بر همین نفر دهند. آیا همین نفری که دعوا کرده 232 سامانی من را ندادند گفته دعوا کرده است همین جوره به جا برفت، آیا حقیقت داشته باشد و از شرم سرش بر زمین نمیخلیده باشد؟ چگونه سر برداشته در تاجیکستان زندگی کرده ایستاده است؟ چقدر نفرانی که عموما عزت امان را نمیشناختند درباره قلابی های او حرف زدند و بزار خوانده ایستادنشان معلوم بود که خودشان ننوشتند، یاد دادند، نوشته دادند که آن را قرائت کند و نهایت معلوم بود که ساخته است این نوارهای نزد ارچه. اما مگر شرم نکردند که مردم که به عقل و به فراست نیستند این همه را میبینند، خودشان بر معرض مسخره گذاشته بودند، خودشان و همین حبس شدن عزت امان هم چه حکمت های داشت؟ عزت امان با برابر حبس شدن به جای عزتش فرامدن برعکس عزت فزود. برعکس معلوم شد که چقدر آدمان برای او نزد سفارت جمع می شوند، در کشورهای اروپا مثلا گرد همایی میکنند. معلوم شد که چقدر مردم در یوتیوب ناترسانه هم برآمد کرده گریه میکنند، فریاد میکنند. معلوم شد که به خاطر دفاع او از حکومت بزرگ یک کشور استعفا میخواهند. عزت را ربوده کسی عزت خود را فزوده نتوانست، زیاد کردن نتوانست. برعکس استعفا به رحمان، آزادی به عزت امان سر هر موضوع برنامه پرنده مهاجر هست. در فیسبوک حتی اکاونت های پیدا شدن که به جای نام و نسب آزادی به عزت امان نام داشت. در یوتیوب کانال هم هست همین خلال ما. بسیارند، خیلی بسیار هستند. انا این بود حکمت هایش. حکمت دیگر این که برابر شناسنامه او را بیکار کردن و به تاجیکستان استرداد کردنشان معلوم شد که همین یک ورق شناسنامه روسیه که این قدر تلاش می‌ورزید شهروند روسیه شوم گفته همین قدر قدر داشته است، همین قدر قدر دارد شناسنامه که یک نفر به یگان اجازه مقامات های شناسنامه دهی و که حجت دولتی است آن را بیکار میکرده است و میره بوده است یک نفر را به یگان اوردر، به یگان با تاجیکی فراموش کردم، معذرت میخوام از همه شما میبردن. خب عزت امان یکی از همان نفران است که در پای عدالت بود، حق گفتار بود. گفتیم اینجا اگر نوار از خود عزت امان باشد از کارگردان برنامه خواهش میکردم گذارند. برآمده خود عزت امان هست میکنن که هر کی گلستوک ببر کرد و از نام حکومت گفت او خدا است. مردم انمی فرهنگ سیاسیش باید بیرون برداشت که او یک خدمتگار است و معاش او از کیسه تو است، او خدا نیست. با او مثل خدا اطاعت نکنید، عبادت نکنید. حالا کسی هم که باشد، پرزیدنت است، سروزیر است، کسی هم که باشد، معاش زندگی روزگاری و از کیسه تو است. هی مهاجر، هی آدم، هی شهروند. انا این فرهنگ در مردم بیدار کرد که وقتی که حقوقش پایمال شد خیزد گوید گوش کن، از همین روز عبارت من دیگه به تو معاش نمیتیم، رو دیگه رهروی کن، رو دیگه مهاجرت کن. انا این فرهنگ وقتی بیدار کردی مردم دنبال حقوق خودش که آمد، اون وقت دیگه وضعیت دیگر میشه. عزت امان بود. ناترسانه حرف زدن او
زبان سرخ داشتنش نه سری سبزش رو برباد نمیگرد. حقیقت رو باید گفت. من هم در تاجیکستان انا این خیلی از منبر آزاد برآمده حرف زدن نمیتوانم که بیرون برآمدم. در تاجیکستان کسی نمیتواند. یک دو ژورنالیستی که آزادانه حرف میزنند تعقیب میکنند. مثلا عبدالله غربتی بود، یک نفر گاهی سرش رو میکفاندند، گاهی پیشانش قشقه میشد، گاهی میزدند میگفتند. او که فقط کمبودی های داخل خود تاجیکستان را میگفت، اما داشته میزدند که نگوید. کمبودی را باید نگویی. در دهانت زمک گذرانیده شده باشد و آرام باشی، شکرانه گویی، زندگی کنی، سرت را خم کرده. مهم نیست حق تو را میخورند، حق کسی دیگری را. تو حقوق نداری در جاده صاحبکاری پیش روی. مثلا باید یک نفر حقوق داشته باشد که تمام اقربایش را سر کرسی آورده نشانده است. خب زمانی که عزت امان در محبس بود، فرزند او را گفته بودند که محمد یوسف خلف را گوی که بر مخالفین خبر ده که یگان کس صدا بلند نکند ما بهبودی پدرت را دیده میبرایم. و او آرام بود، نگفت لطوکوب شدن پدرش را هم. چون ما خبر داشتیم از تاجیکستان، یک خواننده همین سایت پیام خبر اطلاع داده بود که عزت امان را در بیمارخانه قرابالا و خورده است. در سر او یک کلاه کپکه که نیمی رویش را پوشانیده است. ساعتهای 22 سنه 27 مارت در همین قرابالا دیده، شبانه ساعت 22 سنه 27 مارت دیده که به بیمارخانه آوردن و حدود نیم ساعت پس دوباره بیرون بردند. او را یک پایش ورمیده بود، از جایش برداشته نمیتوانست، پایش را به زور راه میرفت. در دستانش زولانه یعنی نروشنیک زده بودند، زولانه میگویند آن را. و مقامات تاجیکستان تا حال از جای بود و باش عزت امان و وضع سلامتی او به کسی یگان خیلی اطلاع نداده بودند. مردم علاقه زنگ زده یا نوشته خبر میدادند. نزدیکان عزت امان هم گفته بودند که 2 روز جستجویش به نتیجه تمام شده و ظاهرا عزت امان شکنجه می شود. مقامات نمیخواهد جامعه اثر این شکنجه ها را مشاهده کند. این خبرهایی که نو بازداشت شده بود او در دوشنبه پیدا شد تا ما اومده رسیده بود. هرچند که پسرش دیگر همگان را آرام کرد که حرف نزنند درباره پدرش، هرچند تعریف هم میکرد که شرایط بود و باشش در زندان خوب است. همین جمله خودش عجیب است. در زندان تاجیکستان شرایط بود و باش عزت امان خوب بوده است، یگان شکایت نداشته است. زندان لوکس بود مگر؟ زندان چی بود؟ زندان است آخر. زندان تاجیکستان و شکنجه نشدن این یک افسانه خلق تاجیک است، ممکن نیست. و همین گونه این خیلی حادثه ها بسیار بود که زندانیان را بر فرزندانشان میگفتند که آرام باشید، ما بهبودی کار را میبینیم و عمرباد هم حکم حبس ابد هم میدادند. خب خدا هست، پروردگار هست، پاداش این همه کردگار هست، پاداش خوبونه که همه کردگار هست، پروردگار هست. باور دارم که خداوند انا همین سان نمیگذارد. یگان روز صبر و تحمل مردم تا جایی میرسد که دیگر مردم سر بلند میکنند. خب بینندگان گرامی، بر کانال پیام تیوی ابونه شدن را فراموش نکنید، ابونه شوید و البته که اشتراک هم کرده باشید در برنامه ما که همواره برنده حرف زده خسته نشود. مرحمت قبول میکنیم. آماده هستند؟ قبول میکنیم. و اگر نوار دیگر از جمع کرده ها مایمان باقی باشد، اگر قبول ابوبکر نایمов بگذار میشود قبول کردن. بفرمایید. السلام علیکم. بیرون شدن. خب باقی نیست. از 760 نفری که عین حال آنلاین ما رو گوش میکنن، اگر حرفی زدنی باشید، حرفی داشته باشید، حرف زنید. چون من به حد دل بزن فقط یک نفر یک گلبهار نمیشود، فقط یک نفر گپ نزند. خب طرز وارد شدن را بر برنامه میدونید همه شما.
رقم ما در زیر نوار است. آمادن؟ مرحمت. سلام علیکم ماما جان. و علیکم سلام. ماما جان سلام علیکم. و علیکم سلام جانی بیبی، گوش میکنیم. عزت که عزت. خب آزادی. آزادی بچه بطر عزت. خب استفان رانو. استفان رانو. استفا رحمانو. از همین کودک کوچک یک روشن فکر، یک زیایی، یک آزاداندش تربیه یافته باشد گفته تمنا میکنیم. خب ماما جان دیده خب با عزت. با آزادی. آزادی. خب بطر عزت. بله قبول. بطر عزت لایتنین. البته البته. خب جانی بیبی یا در شمال تاجیکستان در جای ما بیبی را اوچه میگوین، جانی اوچه میگوین. خب ما هم بیبی هستیم. همین خیلی نبیره های محمدانه داریم. من دانا میگوین اصل این کلمه که آهسته آهسته محمد دانا شده است. خب تشکر بر تربیت دهندگانش که با دل و دیده بیدار کلام میکنن. غلام طبیعت نیو با دل و دیده بیدار. معذرت میخواهم. انا همین خیلی بسیار حرف زنه دادم، گلویش خشک شده میسوفد. حاج اکرم شما رو گوش میکنم. السلام علیکم. در نوبت نمیستید وارد شدن زمان ما سخن میدهیم. مرحمت. آنچه گفتن میخواهید خواه در جانبدار حرفای گفته من، خواه مقابل حرفای گفتم، منبر برای شما آزاد است. آزادی سخن برای همه کفالت داده می شود. ماده 30 سرقانون جمهوری تاجیکستان بخش اول. معروف. درود بر شما. السلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام. دادر یا برادر خوش آواز آمدید. من میرود به شما؟ البته البته می آید صدا. من از بین برنامه شما پیگیری کردم برای اون که از کار سال دیرتر اومدیم. خب چی گفتم درباره برنامه شما؟ عزت امان شخصیتی بود که کار حکومت کرد، کاری که باید حکومت تاجیکستان میکرد این کار عزت امان کرد. اگر ما نظر کنیم به گذشته دوره سرشوی کرونا ویروس، یک استودنت ترکیه یک نفر در مسکو ماند. پرزیدنت ترکیه یک استودنت به یک سمالیات نگفت که من برای یک استودنت زپرافکا میکنم یا چون میکنم، اومده برد استودنتش اومده مسکو گرفته رفت. وقتی که مردم تاجیک در ایرپورت ماند، عزت امان میتایست درود یک چکند شیند، یک خواننده در قلف کند و گفت یادم همون پولایی که دست کرگش خورده خوره و هیچ کارش نمیکنه. عزت امان خیست نگفت من کرونا ویروس میشم، نگفت آدم مرسود است من کسل شده نمورم، نگفت جانی خودشه کفی دست گرفت و برو من ملت دستگیری کرد. حکومت تاجیکستان برای عزت امان گرفته محکم کردنش به فهمش شخصی من همین است که کاری که عزت امان کرد دیگران طرفگیری کردن، دیگران نگفتن که جناب پرزیدنت امامعلی رحمانوف کرد، عزت امان کرد، عزت امان کرد، عزت امان کارتمون خیر کنید گفت، صدقه کنید من دیگه آدمو بخورم. گناهی که دیگه عزت امان همین بود که کار حکومت کرد و شأن حکومت پست کرد. حکومت من میدونم که شأنی هم نداشت بود تا این وقتی، نه که به فهمش من شأن حکومت پست کرد. در ما از طرف خودتون میشم میگویند در جاهای ما که آبروی در تگ پیاله بود، پیاله چپه شد، همه آبروی موندگی هم ریخت. آبروی حکومت همون چه آبرویی که در تگ پیاله بود چپه شد و ریخت. همین
درباره آن کسایی که میگم مثال گفتن که عزت امان از ما قصددار است. برای چی سوال میبیاید؟ به این سوال من شخصا خودم سوال دهنده هایم، خودم جواب دادن نمیتونم. میدونم که در روی زمین یگان انسان با جواب دادن نتای سوال است. برای چی 2 میلیون 3 میلیون آدم میگوید که عزت امان ما رو دستگیری کرد؟ در نظر نیست. میگوید همین 3 میلیون آدم دروغ میگوید. از قرقیزستان بود برآمده میتینگ موقوف شده گفتن ما رو دستگیری کرد. ازبکستان بود، از ریسپوبلیکای همسایه ویارم دروغگو بودن. این 3 میلیون تاجیک مهاجره که گفت دروغگو بودن. یک همون بینمود کر نامش چی بود؟ یک همون راست میگفت است که عزت امان پول هویه گرفته است. 2 روز ناگذشته خواهرش برآمد گفت که وای برادر من دروغ میگوید. و بعد حاضر من فهمیدم که نامش یادم رفت. شما گفتید که برای 230 سامان برای کمچی 9 سال دادن همون بچه در کجا باشد؟ همون پول هویه من 230 سامان نه 23,000 روسی برام تیمش. بله من هم لیکن من پیش از این سوم 23,000 برابر در دست وی دادم، من باید اول وقتی واخورم همچون مرد همچون انسان شینیم صحبت کنیم بینیم همون بچه عزت امان حقانی همین خیلی قصددار است. عزت امان در یک روز رسخوت که عزت امان در مسکو کرد به فکرم تگی 15-20 هزار روبل روسی بود. 230 سوم میگی چوکر از عزت امان. عزت امان کیدت کرده است یک آدم $2,000 بعد 230 سومون وی چو کرده باشد وای دلار کیدت کرده آخر وای 230 سومون تو چه خیلی ندو. این سوال من از حکومت محترم تاجیکستان تا این وقت من بر ضد حکومت گپ نزدیم. حکومت محترم تاجیکستان خواهش میکنم که رنگ همین سایمه یک کانال کشوید. یک ضعیفه یک زنکه اومده کانال کشوده است. جانش برآور مونده است که من بر ضد شما گپ میزنم. شاید اوجای نقشه قتلی هر یک انسانی که برآمده حقیقت میگوید کشیده شده باشد. از حکومت خواهش میکنم، از اپاراتی پرزیدنت خواهش میکنم، از دستگاه پروکورور گنرالی خواهش میکنم، از دستگاه پرزیدنتی، از دستگاه شعبه کارهای داخلی، از دستگاه امنیت. آخر مبلغ آیلی که شما ها میگیرید به فکرم بسنده است. شما اگر یک کانال کشاده مونید به فکرم تاجیکستان حکومت تاجیکستان نمیگوید که تو میبرای مردم منطقه گم میزنی تو نلاک سپور. شما یگان چیزاتون نلاک نمیسپارید کو گیرید کشاید یک کانال. ما برایم مخالف دولت قتی نمی برایم ارز دل ما را حکومت قتی کنیم نباشد. اگر فهمند که من کیم سحر الکای خانواده من نیست میشد. من تروریست، من اکستریمیست، من گروه 24. شما کانال کشاید ما نمهادین که بری صحبت کنیم، نه حسین اشارف قتی، نه یگان تی دیگه مخالف شما قتی. ما برایم خود شما قتی فهمیم ارزی دل ما را گویم ما همین عذابنده. باز من در همین شهری پیتر که میگردم کار فعالیت میکنم در همین شهری پیتر من میشناسم بسیار زنکای رو میشناسم که عذابهای میکشن خدا به آن کسی که قصد جان من میکند و عذاب نشان نتید. کسی که میخواهد من کشد نه که من از خداوند آرزو میکنم که همون عذاب همه آدمی قتل کننده من نشان نتید. حکومت تاجیکستان اگر حکومت تاجیکستان حکومت مردمی باشد من برای جوان مردا کار ندارم. ما گفتی اما آدمای خودم که مال نر برای قربانی میگوید. میلش ما قربانی حکومت ما قائلیم این به همین خواهر و مادرای ما رو جمع کرده گیرد التماس از شما کنیم. ما تروریست، ما اکستریمیست، ما گروه 24 25 26 کیم یک چیز دیگه. یکی ما بیزاریم از همین گروه بازی، از همین خونریزی، از همین یک کار دیگه. آخر انسان شرم دارد. کوچه میبرایی زنی تاجیک باید مادر شود، باید 25 26 از 35 تا از 25 تا 35 ساله را
در عین آن وقتی که وی شکوفایی تاجیکستان آراد کرد، یک انجام ملیش پر شد و براد و در کوچه شهر تاجیکستان جلوه کرده، فرزندش آغوش کرده انا من تاجیک بچه زاییدم یا من تاجیک دختر تولد کردم گفته گرفته گردد، دوارنی کار میکنه. دوارنی در یک برنامه و سیاستی روسیه تماشا کنم، اگر یک حقوق شناس روسی گفت که در زواد مرز ماشین هایی که استحصال میشد فقط دویمش در تاجیکستان اول میگرده. مردم تاجیک گفت ملت تاجیک ملت بایند. آخر ملت تاجیک بای باشد، اون ماشینی که وی میگوید معلوم به همه در دستی که میگرده. همون آدم همون ماشینش نخرد، گیرد دو سه کسا همین یک کارخانه کنه 10 تا زنه که برد و گفت که من همین کارخانه گیر کار کن، همه قش آیلی کرد اقش من میگیرم، هیچ کی زید نمیشه. روز می بیاد ما رو سترویکه به سر میتید میگو دوای همین کلکر زن این کوادرتش همه قمه استد، همه قشتو میگیری، همه قش من خودم میگیرم و دستش در کیسش میگیره. ما میکنیم اگر تاجیکستان باشد ما همین کارو میکنیم. برای چی نمیکنید؟ برای چی؟ اگر با گفتی حکومت تاجیکستان با قرار قبول کردی کنستیتوسی تاجیکستان، تمام مهاجر حاضر میبرد با شما صحبت میکند، با مخالفین صحبت میکند، اینها الکی تروریستن. نه که به فکر من، به فکر شخصی من، تروریست آن کسانی که در دستگاه حکومت جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت میکنند. یک کمر دویمش الکی از تاجیکستان سلطت فرستان که اون پرزیدنت قزاقستان گفت تو من همین روز به قصد داری، میداند همین روز به سرش میبیاید. این میگم مردم تاجیک دل شکسته نباشه. مردم تاجیک ما کسی را داریم که آفرنده زمین آسمان است. در هر نمازتان، نمازهای دل شب، نمازهای نفل، دعا کنید. از خداوند زورترین چیز نیست، قوه نیست از قوه خداوند زورتر باشد. نمازهای دل شب دعا کنید که خدایا خداوند دشمن ملت تاجیک زیر باشد. من از خداوند همین دعا رو میکنم که خدایا خداوند دشمن ملت تاجیک زیر پا شود. نه ملت تاجیک زیر پا شود. ما ملت رودکی هستیم. ملت رودکی امروز زنک در حالتی که باید در تاجیکستان یک تاجیک به دنیا بیارد، حیاتش در دوارنکی رسی میگذارد. تمام عذاب و مشقت در سرش هست. پتن میسپارد. پتن حاضر از 5.5 تا 12,000 سومانش سال است. از 5,900 سوم در طرفای یملانینسک افتونومی اوکروگ میگویند که الکی 11,500 شده است. زنی که تاجیک میبیاید کار میکند گیرد 30,000 پول میگیرد. 5,500 پتن میتید. 5,500 جای خوب میتید. 5,500 دیگه اشکمش میخورد. 15,000 چیش میماند. شرم داره. مرسدس لامبورگینی در تاجیکستان میگردد. تویوتا لند کروزر پرادو میگردد. از خدا شرم داره. شما که از ملت شرم نمیدارید. شما انسان نیستید. انسان باشید اگر مردم تاجیک به این روز نمیشد. اقلاً یک شینید با هم، یک سری میز مدور شینید با یک خلاصی بیایید، اقلاً به همین تماجنی سیوز میگو چی میگو همراه شوید که همین زنکا پتن نسپارد. این گفت من برای خودم نمیگم، برای اون که من شهروندی همین رسیر قبول کردم. از روزی که عزت نمان برفت پشایمونمو قبول کردم، من پتن نمیسپارم. نه که من زنکا رو میبینم، بچه ها رو میبینم. بچه که میبینیم میپرسی تو چند ساله، میگو صدایشان خاموش شد. چه باید دیگه کار کنه. 19 ساله بچه اومده است تا 30 سالش در اینجا کار میکنه. آینده چی میشه؟ آینده نابودی ملت میشه. درست است. بله. قوه کاری ملت عین وقتی شکوفایی برای ملت های غیر خدمت میکند، کار میکند. برای پول، برای اشکال. روز گذرد، شکم مسیر شود. اما روزی گذشته. حاضر با همین خیلی گفتاریان که
همین مبلغی اگر کارمندا همین کارگرای رسی مبلغ نفرستونن مهاجران تاجیکستان به قشنقی میفروند. این من 100% باورگی دارم. اگر همین مردم نباشد همین مردم نباشد ما تاجیکان نباشیم پرزیدنت برای ما چی در کنیم؟ ما تاجیکان نباشیم پروکورور گنرالی چی در کنیم؟ ما تاجیکان نباشیم دستگاه پرزیدنتی چی در کنیم؟ و ما وقتی آواز دادیم و قبول کردیم شما را که شما خادم ما شوید نه حاکم ما. شما از به کنستیتوسیا به کتاب مقدس سرقانون تاجیکستان سوگند یاد کردید. شما به خدا سوگند یاد کردید. در پیش مردم هیچی گفتن نمیتون. یک تا شخصا من خودم از ترسی سعودیم که همین گپ من اگر من شناسن اویل من نیست میکنم. من هیچی گفتن نمیتون. یک تی دیگه ممنون هیچی گفتن نمیتون. 3-4 مخالف حکومت میبرد چهره آزاد که صحبت میکند از دور. مردم هیچی گفتن نمیتون. مردم مظلوم هیچی گفتن نمیتون. برای شما ظالمان شما خداوند به جواب دادن میترسید یا نه؟ یا فکر میکنید که خداوند هم از شما میترسد؟ نعوذ بالله من الظالمین. اینها فکر میکنن که خداوند زمین و آسمان از اینها میترسد. خداوند وقتی که فرعون برآمد به سوی آسمان تیر نیزه پرتافت خودش خدا اعلان کرد. خداوند ماهی پرتافت و گفت که پیغمبر همان زمان گفت که تو دل شکسته نشو، من برای کافرم باشد شأنش نپرونده. خداوند شما رو یک وقتی مقرر داده است. یک وقت این اگر از روی شریعت اسلام گویی عمر انسان بین عمر انسان نماز جنازه. وقتی که طفل از مادر تولد میشد در گوش او اذان میخواند روی اسلامی قدیم. الکی اذان نمازی تو خوانده شده است. همین فکر نمیکنی که بین تو و مرگ نماز و اذان و نماز است. تو اذانت خوانده شدگی فکر نمیکنی که میموری اکی. آدم خواب میرد میشناسم بچه های را روس ها رو میشناسم ترک ها رو میشناسم سلام علیک میکردیم سحر میگفتن مرد. 3-4 تاجیک همین 3 تاجیک میشناسم که هم صحبت شدیم ششتیم کار کردیم سحر گفتن فلان چی مرد است. خیلی مردم میموره. آدمی زاد مرنده است. شما از مردن نمیترسید. شما از خدا نمیترسید. در روز آخرت همه این مظلومی که امروز عذاب کشیده سوده است از گریبان شما میگیرد. همه این زنکایی که در فدراسیون روسیه در مملکت های گوناگون روی دنیا کار و فعالیت دارند اینها نمیخواهند که در تاجیکستان باشند با شوهر با عائله یک فرزند تولد کند گیرد برود همسایه نشان دهد انا من فرزند تولد کردم. میرا چی میگون؟ میرا چی میگون؟ من 3 پدیز دورنک بودم من 30,000 پول میگرفتم. تغری 3 پدیز مجبور بیچاره مونده کرسوده است. دورنک چی کار میکند میبرد سم میبرد زندگی میکند کاری وظیفه حکومت اجرا میکند. فکر نمیکنند که همین مردم تاجیک در همین غریبی عمرش میگذرد. شما از خدا شرم دارید. التماس از شما من بر ضد حکومت نیستم. میگی اگر مردم نباشد این حکومت به هیچ کی در کار نیست. اگر مظلوم نباشد این حکومت در کار نیست. مظلوما رو دستگیری کنید. حکومتی ها از خدا ترسید. التماس از شما. من دیگه هیچ گفتنی ندارم. بسیار تشکر. الها ما امیدواریم که همین گفته های شما را گوش کرده باشند. یگان گوش شنوای هم مانده باشد در حکومت که گوش کند. باز یگان بهانه میکنند خود را حق میبرارند. اما 100% جانبداری گفته های شما هم. من هم در کراسنایارسک بودم. یک مدت فعالیت بردم در همان اتوبوس ها. مبلغ راهگیر را میچیدم. اگر به زبانی مردمی به شیوه مردمی گویم پولچینک کندکتر یعنی که راهگیر را میچیدم. شاید 2 یا 3 روز کار کردم. بله 3 روز کار کردم.
زنهای بودن در دو خانگی خانه، زنها با کودکانشان معاش گرفتهشان نیمش را بر پول همان نفری که کودکبانی کرد به او میدادند، پول خانه میدادند، پول خورد و خوراکشان زنده مانی کفایه و خورد و خوراک گدا بر این بود طرز تناولشان. در یک خانه دو خانگی یک طرف دانشجویان کدام یک دانشگاه، در خانه دیگر زنها با کودکانشان، همان کریدور دوی ما بند با کودک و با زنها دشوار بود، در حقیقت خیلی دشوار بود. میخواهند این زنها هم در توی و سور و معرکه های پیوندانشان در تاجیکستان آراسته و پیراسته رفته اشتراک کنند، با دهان پر رفتار کودکانشان را، سخنهای شیرینی در خاندان شنیدهشان را رفته گفته افتخار کنند، خرسندی کنند. اما اینها در روسیه در مهاجرت هستند، آنجا زحمت میکشند. مبادا یگان حالت حقوق پایمال شوه که رخ دهد در آنجا و برای دفاع حقوقشان سر بالا کنند، خودشان اگر سواد حقوقی ندارند، معرفت حقوقی ندارند، مجبور میشوند کار افتاده بر یگان حقوق شناس تاجیک. اما این حقوق شناس ها را یک یک میبرند بر تاجیکستان. سر کردند از کرامت شریپов، بعد عزت امان هم کم نه بردند، خیلی بردند. حتی خود کارمندان عزت امان را هم بسیار فشار دادند. خب گوش سخن شنو کم است آنجا دیگر. گفتند شنونده ما، بیننده عزیز ما که دیگر برکی راهبر است آنجا. پیشوای یک گروه کمپیرکان و موسفیدان ماند آنجا. همه قدر دیگر جوانان همه رفتند. در پیام رئیس جمهور، در پیام پیشوا نمیگویم چون که پیشوا گفته، خداوند در قرآن پیامبر را گفته درود بر روان پاکشان. برای همین هم من میگویم او رئیس جمهور است. همگی رئیس جمهور است که با نوبت رئیس جمهورهای خیلی بسیار رفتن و هم میرود. سالی که او رئیس جمهور انتخاب شد، همین رئیس جمهور فرانسه مکتب ختم کرده. امروز او رئیس جمهور شده، این هنوز هم همان است. باره در یک برآمد او را امانوئل رحمان گفته مانده بود، از که هم قافیه است نام هر دو، به همین خاطر به خاطرم آمد. خب همین رئیس جمهور در پیامش گفت که 200,000 کارخانه استحصالی تأسیس داده شد. 200,000. همه شما شنیدید البته که، و خیلی تلویزیون های، همه یوتیوب کانال ها، تلویزیون های مخالفت این رقم را گشته و برگشته گفتند که اگر 200,000 کارخانه استحصالی گشوده شده باشد، همگی 20 نفری کارگر داشته باشد. کارخانه استحصالی که همگی 20 نفر کارگر ندارد، من کمترینش را گفتم 20 نفر کارگر داشته باشد، 4 میلیون شهروند تاجیکستان با کار تامین است. اگر 4 میلیون کارگر باشد، با که 4 میلیون دیگر کودک باشد، باز چقدر دیگر موسفید باشد، اینقدر اهالی را در تاجیکستان از کجا یافتید که 3 میلیونش این حال در مهاجرت است؟ این 200,000 کارخانه استحصالی در آنجا ربات کار میکند؟ مگر ربات ها کار میکنند؟ ربات ها نان استحصال میکنند یا ماشین استحصال میکنند یا استحصالات دیگر دارند؟ مردم همه در مهاجرت. در این 200,000 کارخانه کی فعالیت برده ایستاده است؟ یا همان کارخانه هایی که پیشروی رئیس جمهور نشان دادند که لنت میبرد، قیچی میکند، کارخانه کشاده میشود، هنوز رئیس جمهور به ناحیه دیگر نگذشته، الکی تجهیزات کارخانه را به صاحبش برمیگردانند، آن کارخانه طربخانه میشود یا یگان مغازه میشود. کم نیستند البته. اگر مثال بیاریم، با شبکه فیسبوک درآید، یک نفر چند تا میدانید گفته است چندین نفر زیر این نوشتجات از شهر خودشان مثال آوردند که همگی دروغ بافته ساخته میدانند که دروغ است، در یک عالم افسانوی زندگی دارند. همش خوب، همه جا تیج، دل همه شکم، همه سیر، دل همه پر، شکرانه بر چنین دولت، بهشت روی زمین. اما از بهشت فرار میکنند. پیوسته از طرف تاجیکستان همه رئیس های اومده ایستاده هواپیماها پر است با مهاجران، میآیند بر روسیه. خب 1 دقیقه مانده است. 1 ساعت برنامه، اما پر محتوا باشد. من میخوام ادامه دهم. کارگردان آواز هم میگویند بیایید ادامه میدهیم.
949 نفر اشتراکچیان. نخواد که درباره عزت امان چیزی ندانید. نفر در پیامک نوشتند دزد کلان در سر منصب سردار کشور است، اما 300 سامان نفر را 300 سامانی زندانی کرده. دزد کلانترین حاکم کشور است. فهمیدید که 65% طلای تاجیکستان را در 2 سال فروختند؟ 65% را فروختند طلای تاجیکستان را. مگر اینچنین هم می شود؟ طلای قرقیزستان 2 سال پیش 2 برابر تاجیکستان کم بود. 2 سال پیش 2 برابر تاجیکستان کم بود. 2 یا از ده چند فایز دیگر از تاجیکستان زیاد شده است در 2 سال. ازبکستان چندین کرات دیگر زیاد شده. اینقدر طلا را 65%ش را کجا فروخته باشند؟ این کیلو نه، این 1-2 خلطه که برداشته می شدگی نه، تون نفروختند. کجا برده باشند؟ طریق واتساپ زنگ میزنند به فکرم. خب از نو زنگ زنند قبول میکنیم. از نو زنگ زنند قبول میکنیم. خب و این همه فروختن ها، این همه طلا فروشی های تاجیکستان، اگر بله گوش میکنم. السلام علیکم. و علیکم السلام. گوش میکنم خواهر جان. از نو زنگ زنند قبول. و این همه فروختن ها. الو. بله شما را گوش میکنیم خواهر. صدا دیر السلام علیکم. و علیکم السلام. رحمت الله و برکاته. خب و علیکم السلام. خوش آمدید به برنامه. یوتیوب خود را خاموش کنید. صدای ما عکسی صدا نمیدهد، تکرار نمیشود. رحمت خواهر عزیز، خوش به حالتون که در سر میز منور ششته و ای حق ما مهاجرا دفاع میکنید. خب برای شما هم تشکر میگویم. سفرها بخیر باشد. در ملک مهاجرت خداوند در پناه عصمتش در امانش نگه داشته باشد که درد و رنج دنیا را نبینید. غم نان بیاره، غم شکم فرزند سیر کنه بر سر خود ضعیفان افتاده. افسوس که از او رحمت 1 سال نیست، 2 سال نیست، 13-14 سال است ما در مهاجریم. امروز شما نسبت یکی عزت امان گپ زده ایستادین. رحمت به همون پدر و مادره که عزت امان به دنیا آوردن و تربیت کردن. و مثل او دیگر یافت کرده نمی شود. خدمت وی در حق خلق تاجیک در حق مهاجران کرد. یگان حکومتی کار کرده نتوانست در 30 سال حکومتی در دست بودنشان. نو با شما گفتنیم که هزار رحمت. من یکم بار زنگ میزنم، در هیجان هستم. خب شما که به چهره برآمدید آزادانه حرف زدن گیرید. کسی نمیبیند شما را، نمیشناسد از صدا. نه من به غرض الله دیگر هیچ که نمیترسم. آفرین آفرین تو. مایل پناهتون به خدا در پناه الله. خب تشکر خواهر جان. خواهر من از برای خدا دوست دارمت، در غایت درود و دعا دوست دارمت. دوست می‌دارم همین خیلی نفرانی که بی‌طرف نیستند، بی پروا فلک نیستند، یک دست افشانده خیر گپ زدن نشسته است. بیا یک کینو بینم گفته به طرف دیگر یوتیوب نمی‌کوچند تا یک کینای خوب دیده غرق آرزوها نشینند. کوشش میکنند که فکر خود را در این بابت گفته باشد. خب فراموش نکنید لایک های خود را گذارید تا برنامه را دیگران هم تماشا کنند. من انا اینجا مفصلتر درباره طلای وطنمان میگویم. برای 1 کیلو طلا را از زیر خاک کنده گرفتن چقدر قوه کاری صرف می شود. حجم عمومی ذخیره طلای تاجیکستان 22.3 تن سال 2019 بود. 22.3 تن، این 22,300 کیلوگرم. خب در سال 2019 8 تن، در آخر سال 2021 پایان آمده. 2019 22 تن بود، 22.5 تن بود. سال 2021 در آخرش 8 تن نمانده است.
8 تونه. انا این 14 تونه دیگرش را چی کار کرده باشند؟ وقتی ویروس کرونا شروع کرد، همین ویروس کرونا برآمد، سرایت شد، همگان پاندمی اعلان کردن، این همه دارووار و موادهایی که سوزن داروگذرانی و واکسن، این ما از دیگر کشورها کمک وارد میشد. لباس های طبیبان هم کمک وارد شد، هرچند که طبیبان را مجبور کردن که لباس واری را خرند. ما خبر داشتیم از این همه، اما کمک بود. در ماشین این کمک بشردوستانه پیشوای ملی نوشتن. پیشوای ملی، گویا پرزیدنت کشور کمک بشردوستانه بر ملت خود، بشردوستانه از دیگر کشور می آید. همین خودش معلوم است که از نام خود او نبود و از کیسه صرف نکرده است، از دیگر کشورها آمده. و این همه طلا را کجا صرف کرده باشند؟ مهاجران که می فرستند برای سیر کردن شکم مردم، خود حکومت چی خریده باشد؟ چرا ان همین دوامات نیست در یگانجا؟ فکت و رقم ها نیست که کجا صرف کردن طلای وطن را، طلای تاجیکستان، بایگری تاجیکستان را کجا صرف کردن؟ همین قرقیزستان کوچک همسایه ما 2 برابر تاجیکستان زیاد کرده. مگر کرونا در آنجا هم نبود؟ کرونا ویروس نبود در قرقیزستان؟ در ازبکستان مثلا الکی شتم اومیکرون پیدا شده، 200 نفر را در کرانتین نگاه داشته ایستادن در ازبکستان. مگر آنجا شروع نکرد کرونا ویروس؟ بود آنجا هم، تا هنوز هم هست. در یک روز 204 نفر 4 نفر وفات کردن انا همین روز از ویروس. اما اونها که طلا فروخته تبابت نکردن. این همه طلا کجا شده باشد؟ خب مرحمت، زنگ میزنند، گوش میکنیم. السلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام. گوش میکنم شما را. سازین تینجه نبا جان، سلامتتان خوبه؟ تشکر خواهر جان. گوش میکنیم. افیر برای شما، منبر آزاد. درباره عزت امان حرف زدید، خیلی من خرسند شدم. خیلی شد که عزت امان ما فراموش کرده بودیم. شما را شناختم، بله. فراموش کرده بودیم. برای همون من حاضر من در کار آمدم که سراز من داخل شدم. برای همون یک کم ترک فکر خودم من بگم گفتم، برای همون حرف زده استم. بجان خلق تاجیکستان ما رنگ غلام شده گی، می ترسد حرف زدن. شما میدانید که رنگ شما، رنگ من، زنک و غریب بچه ها، شیر مردا، همشه رنگ چی میگه؟ رنگ منوین تروریست نام زده گی. بله بله. ما تروریست نیستیم اپا جان، ما تروریست نیستیم. تروریست کی گفت؟ رحمانوف خودش گفت، اویلش گفت رحمانوف خودش تروریست هست. اویله خودش مناپولیا هسته، خودشان تروریست هسته. هر روز یک انسان میزنن، لطو خوب میکنن، اینا تروریست نیستن. گل بدیم بیچاره را لطو خوب کرد یا خوخرش حمایه کرد. ناموس خودشان، ناموس ملت، ناموس مردم حمایه کرد. چیکار کرد؟ لطو کوب کرد، کشتن، 7 تیر زد، کشت. بله. این بیچاره ملت چیکار کرد؟ هیچ نکرد. با کم ترک مردم پامر خیز، هر طرف کم ترک خیز، با خاموش شدیم. با افسیا با زندگی خدا ما پشتی امین چی میگه کار بار خدا ما. برای چی ملت تاجیک همجم نیسته؟ بله. یک تنی یک موش نمیشود. قرقیزستان یک شباب امی پرزنتش چپه میکند. من قزاقستان اوجه 10 روز شده است که اوجه چی میگه میتینگ رفته است. پروکاسی امی پرزیدنت با خودشان سر کرد. پرزیدنت میگفته که امی امام تپک با امین چی میگه 200 تا سالدات روی کرد. حق نداشت وفشی، حق حقوق وفشی نداشت. برای چی اینا میتینگ گفته خیست؟ پروکاسی نگفت. اینا پرزیدنتشان چی گفت؟ 20 میلیون تروریست در آمد قرقیزستان. با گفت 20 میلیون تروریست ندار آمد، حلق خودش بود کو. رنگ امام تپک کرد. امام تپک چی هست؟ همش یک خلای. چی میگه؟ رنگش دیگه، زبانشان دیگه، همش یک خلای اینو.
برای همون عزت امانت چی میگد ما فراموش کردیم. هر یک عزت امان میبراید، هر هفته هر سال عزت امان برآمده است میبره کنج زندان میکند. خلق ما را عائله سویانه، مادرشان، پدرشان، خواهرشان، گودکشان میبرد، عذاب میدهد. برای همه خلق ما میترسد. برای چی میترسین؟ یک بار که بخزین وجود دپش کنیم میشود. خلق ما نمیخزد، هرجم نمیشود. هرجم یک بار شدیم مسکو با وجود چیکار کرد؟ رنگ تروریست کرد، بسیارشان محکم کرد، بسیارش حاضر کنج زندان ایستادگی. برای همون خلق ما میترسد. رنگ پامیر شده نمیتونیم. پامیر را ما همین چی میگه تعلیم تربیه بگیریم نمیشد اپا جان؟ نه نمیشد. چراس یک مدت که نبوده من خیلی خواطر هم شدم که یک بانوی اینقدر آزاداندش کجا شدن. شما ازبک زبان هستید، از طرز گفتارتان معلوم است، اما تاجیکی رو هم در ایران ازبک زبان هستن اپا جان. خب بهترین همدلی از همزبانی بهتر است. ما همدل هستیم. در تاجیکستان هم خیلی بسیار هستند ازبک ها. خب دوره اپا جان متاسفانه بسیار خلق ما تاجیک را نمیداند. برای همون من یک طرف مادرم چی میگد میتیسکه بود، برای همون مادرم خیلی مرا یاد دادگی بود، کم ترک از یادم ماندگی با آهسته آهسته با یاد گرفته. خب بله بهترین، منم خیلی خوب میدانم زبان ازبک را. بهترین برای تشکر میگویم برای برآمدتان، برای آزادی اندیشهتان. یکی از اولین زنهایی بودید که در برنامه های ما اشتراک میکرده، در دیدگاه هم فردای تاجیکستان هم پرنده های ماجر هم شما اولین زنها که با چهره هم برآمد میکردید. من نقص در خاطر دارم. تشکر برای برآمدتان. از کار خسته شده اومده. رحمت کلان در پناه خدا باشن. خداوند نگهبانتان شود. من شما را اخ فراموش نمی کنم، برای که رنگ یک مادر همچه یک خواهر همچه یک چی میگه بی ما همه که حرمت میکنم همتانه. ما برای شما هستیم، شما برای ما گفته استیتون، برای همون شما را قدر قیمت میکنیم، حرمت میکنیم. اپشت شما ما هم خسته استیم اپا جان، حرمت میکنیم، برای همون خستیم اپا جان. در پناه خدا باشم. خداوند نگهبانتان شود. نگهبان شما هم باشد. تشکر میگویم. خب مهاجر نشوی مسلمان نمیشوی گفته یک مقاله میگویند واقعا مضمونهای خیلی خوبه هم دارد همین سخن. مهاجر میشوی دوست حقیقی رو میشناسی. انا در همه جا هم چقدر دوستانی که پیدا کردم دوستان جانی هستند. دوستان جانی، فقط زبانی، فقط نانی، فقط منفعت خواه نه، دوست جانی هستند. باشند. خداوند صفشان را زیاد کند. از برای خدا دوست داشتن نفره این علاقه خیلی یک اجر بزرگ هم دارد. واقعا چراس درباره ما هم نسب هستیم. عجیبه که چراس سعید و درباره بدخشان حرف زدن که از مردم پامیر بدخشان آموزیم نمیشد، مگر مردم بدخشان واقعا درست است. این مردم خیلی جسور هستند، نمیترسند. این مردم هنوزم قانونهای خودشان را هم قاعده قانونهای دارند که در بین مردم یک نفر حل کننده مسائل هست که خودشان انتخاب کردند، گروه های هست که حل میکند بعضی کارها را و مردم نهایت اتفاق هم هستند بین هم. این حکومتچی هایی که نمیگوید اما من بدخشانی ها را نقض میشناسم. با بسیارشان در شبکه های اجتماعی حرف میزنم، گفتگو میکنم، در ادبیات و فرهنگ و خیلی پیشرفته هستند. خب درباره بدخشان من چی گفتنی هستم؟ در خاطر دارید وقتی انتخابات رئیس جمهوری کشور یک جوان با نام فراموز ایرگاشف نامزدی خودش را گذاشته بود. البته عیان که او انتخاب نمی شود، همگان می دانند در تاجیکستان مضمون انتخابات آواز دادن به رحمانوف است. مضمون انتخابات به رحمانوف آواز دادن است. دیگر تاجیکان در مغزشان نشسته مانده است که انتخابات از همه یکی را انتخاب کردن نیست. خواهی نخواهی به همان آواز میدهی، آواز ندهی هم انتخاب می شود. حتی یک لطیفه بود که در صحنه هجوی نشان داده بودند. نفره می آید میگوید رئیس جان من به شما یک خبری خوب آوردم یک خبری بد آوردم. رئیس میگوید کنی خبر از نغزش سر کن. میگوید رئیس شما باز رئیس جمهور انتخاب شدید.
حیران می شود نباشد خبری بدش چی گوید. یگان کس آواز نداد میگوید. یعنی که وای آواز دهد ندهد وای علاقه رئیس جمهور است، خواهید نخواهید. اما یک نفر جوان فراموز ارگاشف خود را با یک برنامه خیلی خوبه که دستگیری کننده جوانان است، با یک سعی و تلاش با یک کوشش خوبه برنامه ترتیب داده، به جوانی خود نگاه نکرده، خوشباور هم بوده است یا مگر یا یک توکل به خدا گفته آغاز کرده که جوانی بدخشانی بود، خود را پیشنهاد کرده بود نامزدی اش را. خب نسبت همین فراموز ارگاش پرونده جنایی شدن یکان گناه ندارد. در بدخشان علاقه نسبت همه اعضایان گروه 44 که از جانب خود مردم این گروه تشکیل شده است و نماینده مردمی برای گفتگو کردن گفتشنیدها با مقامات ها تشکیل شده بود، این گروه نسبت آنها هم علاقه فشار و تهدید آغاز شده است. بر بدخشان هم علاقه زنجیر فشار دادن را بردن، علاقه سلسله ها دراز کرده زولان زده ایستادند همه جا. خب من خبر را میخونم. مقامات علیه فراموز ارگاشف حقوقشناس و رهبر گروه 44 پرونده جنایی باز کردند. در این باره اندری سیدینکو کارشناس ارشد روز در مسائل آسیای میانه و شرق نزدیک در صفحه تلگرامیش خبر داده است. کارشناس روز سیدینکو اندری خبر داده است از اینکه فراموز ارگاشف نسبتش پرونده باز شده. با گفته کارشناس فراموز ارگاشف و تیمور شاهنظرف عضو دیگر گروه 24 را با مانع گذاری در راه تفتیشات متهم میکند. هنوز هیچ اطلاع رسمی درباره افتتاح چنین پرونده رسانه نشده است. خب به قبل سیدینکو با استناد به منابعش در بدخشان ظاهرا مقامات با این کار مردم بدخشان را برای برگزاری یک تظاهرات اعتراضی دیگر تحریک میکنند، به حرکت میدرارند و امکان دارد که تظاهرات به زودی شروع شود. یعنی مقامات خودش میخواهد که مردم برخیزد تظاهرات شود و بعدا تظاهرات را با ظلم و تعدی آنها را فشار داده، خونریزی ها کرده، جانستانی ها کرده فرو می نشانند و باز یک قامتشان را بالا کرده نشان میدهند که ما به شما صلح آوردیم. صلح را شما نه مهاجران نگاه داشتند. اگر مهاجر پول نفرستد، چون یک شنونده قبلی ما گفتند مهاجر پول نفرستد جنگ می شود در تاجیکستان. همین مبلغ فرستاده مهاجران با جای کشوران نگاه داشته ایستاده است. شکم مردم سیر است، نباشد گرسنه به شیر میزند، گرسنه ماند مردم برآمده گریبان میدراند. یک به عباره دیگر گوشت همدیگر خوری میگویند، برآمده گریبان دری میشود، شورش به شورش برمیخیزند. پس صلح آفری وطن، پس اساسگذار صلح و وحدتی وطن این مهاجران هستند. چرا نفری که در سر منبر نشسته است و برآمده نوشتجات کسی را 200,000 کارخانه استحصالی گفته میخواند؟ دروغ است. راستش این که مهاجر پول میفرستد، تاجیکستان پایدار ایستاده است. خب کارشناس قبلا با تکیه به معلومات داده منابعش نوشته بود که از ولایت مختار کوهستان بدخشان جمهوری تاجیکستان خبرهای نگران کننده میرسند. به نظر میرسد آنجا فتنه فراگیر آماده می شود که هدفش به دست آوردن امکان حل نهایی مسئله پامیر از جانب مقامات جمهوریوی است. یعنی انتقام از پیشوایان محلی ولایت مرکزی کوهستان بدخشان که باید گفت به طور مداوم به مسکو تمرکز می کنند. او همچنین درباره به بینای ریاست کمیته دولتی امنیت ملی ولایت مرکزی کوهستان بدخشان شبانه خارج شدن و به سمت سرحد افغانستان رفتن جوانان با لباسهای افغانی خبر داده بود. با گفته سیرینکو مقامات امنیتی رحمان کوشش خواهند کرد که وضع بدخشان را نمونه دیگری از اعتراضات قزاقستان با ایز افغانی نشان دهند و اجازه جانب روسیه را برای نابود کردن مخالفین در خاروخ به دست آورند. فهمیدید؟ خودشان لباس های افغانی پوشانده به سرحد نزدیک از خود تاجیکستان از اداره کمیته امنیت میفرستند. حتی رحمانوف گفت که آنجا تروریستان هستند در سرحد و طالبان از آنجا برآمد کرده واکنش نشان دادند که یگان خیل تروریست به سرحد شما نزدیک نشده است. این گپ دروغ است.
این تهمت است نسبت کشور همسایه. به کشور همسایه تهمت کرده ایستادند و همین گونه مثل قزاقستان میکنند. باز وارد میشوند از مقامات ها، باز تعریف میکنند و شکرانه میکنند برق هست که پول هست که همه چیز هست که میگویند و باز میگویند جنگ سر نکنید، اغوا ناندازید. اغوا که خودشان از داخل وطن انگیخته ایستادند. در بدخشان که تا هنوز شبکه‌های اینترنتی کار نمیکنند، اینترنت ندارد مردم. خب مرحمت گوش میکنیم. سلام علیکم. و علیکم السلام. گوش چه میکنم. داره نپا؟ خوبین؟ سلامتین؟ بله خدا را شکر. بسیار تشکر. خوش آمدید. رحمت. موضوع درباره چی است؟ موضوع هفته عزت امان بود بخشیدیم بر یادآوری از کارهای شایسته کرده عزت امان و پرونده نسبتش باز شده. عزت امان خیلی بر مردم تاجیک عنایتا در شهر مسکو خیلی به مردم تاجیک خدمت خود را دریغ نداشت، خدمت کرد. متاسفانه حکومت تاجیکستان اون شخصی خوب را بردن بر زندان کشیدن بیگناه. نوبرات برای این آدم باید یگان گرامت مدال باید هدیه میکردن که اون شخص بر مردم تاجیک خدمت کرد. در وقت پاندمی کار نبود، مردم پول نداشت، نان نداشت که خورند. خیلی خدمتی کلان کرد. متاسفانه حکومت تاجیکستان، حکومت دیکتاتوری تاجیکستان او را بر زندان کشید. ما از حکومت تاجیکستان میخوایم که اون شخص را آزاد کند، بر روسیه روان کند. چون که میبینیم سفارتخانه تاجیکستان بر مردم تاجیک و مهاجران تاجیک یگان کمک کردن نمیتوند. نبرات پول آنها رو میکند، قطره به قطره چخینی که میکند میخورند. هر یک کاغذ رو با چند هزار میفروشند، نمیتونه یگان پدیش کردن. این خیلی شخصانی غیور بر ملت فکر و عقیده دارن یاردم میکنن، اونها رو دست نرسد. ما عزت امان رو میخوایم که آزاد کند حکومت تاجیکستان. دیگر سخنی ندارم، تمام. خب بهترین. این هم یک صداست، این هم یک بیان اندیشه است. یگان بار در همین برنامه هایی که مخالفین دارند یگان نفر مقابل عزت امان حرفی نگفته است. یگان نفر. واقعا چنانه که اولین نفری برآمد کرده گفتند 2-3 میلیون نفر میگوید که عزت امان گناه ندارد، با 2-3 نفر حکومت باور کرده پرونده باز کرده است، با 2-3 نفر همگی، و آن هم دروغ است. و آن هم همان نفری که جابرف بود، نفری که گفته است از من 230 چند سامانی قرض دار است، خواهرش برآمده گفته است که این گپ دروغ است. او از ما نگرفت، برعکس بر ما کمک کرد. ببینید که چقدر یک پیچیده است مسئله. اساس همین عزت امان را برده زندان میکردن تا چشم دیگران ترسد، اما هر ساعت هر روز یک عزت امان دیگر تولید می شود. هر نفری که قدم میگذارد بر مهاجرت، قدم میگذارد بر هوشیاری، بهداری و میبیند و در تاجیکستان روسیه را جای تصور میکند که جارو و خاک انداز میگیری و پول رفته میبیایی، اما کاری سبک کار میکنی پولی کلان، اما میرود و عذابهای مهاجرت را میبیند و همانجا الکی شروع میکند بر اندیشیدن. سالهای جنگ بزرگی وطنی همین باباهای ما، بابا کلانهای ما در جنگ اشتراک کرده روسیه را از آلمان فاشیستی حمایت کرده بودند. عسکری قطاره بودند، پیشاپیش تیر تنگ و توپ بودند. اکنون روسیه آباد را باز می روند و کوچه هایش را می روند، خانه هایشان را تازه می کنند. گفتی نفرانی که پردیس ها را تازه می کنند، برفشان را بیل کرده پیش راه آنها را می کشایند، آنها به ملال به کار رفته می آیند. در کشوری که از فاشیستان آلمانی نازی خلاص کرده، انا همین مردم آسیای میانه دادند. بیشتری قهرمانی ها را همین مردمان آسیای میانه دادند. آن وقت که دولت اتحاد شوروی بود، 15 کشور یکجا بودند. انا همین طور
خب همین ملتی که در عرصه تاریخ اینقدر بزرگان را به بار آورده است و تاریخ تاجیکان اینقدر بای و غنی شده، در تمام دنیا تاجیکان را از روی سخنورانش، عالمانش، شاعرانش اول میشناسند. امروز کوچروب و امروز برف تازه کنه که کدام یک کشور غیر است که فرزندانش به دیدار پدر و مادر زار یا که مادران به دیدار فرزندان مهاجرشان زار. انمی خیلی یک حالت علم‌آور هم هست، ننگ است، ناموس است و انسان را یک کمی در حالت اندوهگینانه هم می افکند که چرا چنین است، چرا محض تاجیکان. بینید مردم قزاق که معاششان 4.5 برابر خلق تاجیک بود. معذرت میخوام، 4.5 برابر خلق تاجیک معاش میگرفتند. $600 حساب میانه مزد معاششان بود. تاجیکان حساب میانه مزد معاششان اقلا 400 سومانی، انا 600 سومانی باشد. 10-12 برابر حتی زیاد برخی از معاش هایی که هم کسب آنها در قزاقستان میگیرند. اما آنها انقلاب کردند، آنها آزادی خواستند، آنها نوگانی خواستند. گفتند پیرمرد برو، ما راهبر جوان، راهبر که جوان شد دگرگونی ها هم جوانانه می شود آنجا، باز هم کهنه پرستی نمی شود، پیشرفت می خواستند. خب خونریزی نمی شد، جنگ نمی شد، شورش بر نمی خیست اگر راهبران گوش می کردند که مردم چی می خواهد، اگر قانع می کردند خیلی خوب می بود. اما خونریزی از جانب مردم نه، از جانب خود راهبران برخیست. و تفصیلات این همه آشوب ها را البته که پیوسته کم 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 مردم هم می آموزند، می فهمند. یک باره که این همه را گفتن نمی شود، مغز انسان آنقدر را کاملا فرا نمی گیرد. فرصتی برای برنامه جدا شده به پایان رسیده بود، ما خیلی بیشتر حرف زدیم. بینندگان عزیز و عالی قدر برنامه پرنده های مهاجران گرامی، نان بیارکان وطن، ننگ و ناموس نگهدارکان وطن، پدران ملت، بر همه شما در چنین چله سرما زمستان خنک روسیه سلامتی بردوام میخواهم. تنتان درد را نبیند، قامت بالایتان خم را نبیند، چشمان زیبایتان اشک غم را نم را نبیند، راه های زندگیتان چخوری ها یم را نبیند که پیش پا نخورید، کیسه هایتان پر پول، دلتان از غم دنیا دور باشد. گفته تمنا میکنم هر آرزویی که در دلتان دارید جامعه عمل باشد. یک روز وطنی عزیزی ما هم مثل روسیه جای کاری فراوان داشته باشد و شما در نزد خویش و اقربای خود کار کرده در همه توی و معرکه همدهگان همشهریان اشتراک کرده باشد. همیشه در لبانتان تبسم هویدا باشد. گفته بر همه شما تمنا میکنم. غریبی کوی سخت است ای برادر، غریبان را نکو دار و نیازار. یکدیگر را نیازارید، همیشه دست بر دستی همدیگر باشد، دستگیری همدیگر باشد در کشورهای غریبی. تا برنامه دیگر شما را بر پناه پاک سبحان کریم میسپارم. خیر.